سلام دوستان عزیز، امید که جور و صحتمند باشید. صباح نیاز هستم، بازم با یک آموزش جدید در خدمت شما دوستان عزیز هستم. امروز میخوام براتون آموزش استخراج فیسبوک قدیمی و فالووردار پابجی دار آموزش بدم که چگونه شما میتونید قسم فیسبوک ها را استخراج کنید. از همه اولتر رفته چینل سابسکرایب کنید و با دوستانتان شریک سازید. خب میریم سراغ آموزش. شما باید برنامه تونر را دانلود کنید از گوگل کروم. وارد برنامه میشیم. وارد برنامه که شدیم، قسم شماره ها برای ما ظاهر میشه. سر سلیکت دس نمبر میزنیم و اول ایره میرین در فیسبوک. وارد فیسبوک لایت میشیم. ببینید دوستان عزیز، خود این تمام فیسبوک ها رو ما از همین طریق استخراج کردیم. خوب اینجا همون شماره را که ما میخوایم و دست بیاریم اینجا میزنیم که فیسبوک داره یا خیر. خب شماره رو ما اینجا میزنیم. و دوستان عزیز، این فیسبوک داره این شماره. ما فیسبوک این شماره را به این طریق میگیریم. خب سیف میزنیم. اینترنت ما کم ضعیف است. این برنامه به اینترنت قوی ضرورت داره که اینترنت تیز باشه. این برنامه کار میده. خب منتظر میمانیم. خب شماره را برای ما سیف کرد. حالا هم میریم وارد فیسبوک. اینجا هم ادامه میزنه که برای ما کد ارسال کند. میخواد برنامه تونر. اینترنت ما ضعیف است، برنامه ضعیفی میکنه. شما میتونید با وی پی این هم وصل شوید و برنامه باز خوب کار میتونه. وی پی این حالی ندارم. و یک بار دیگه هم میریم کد میزنیم. و این دوستان عزیز برای ما کد ارسال کرد. خب این کد میزنیم در خب کد میزنیم. و وارد فیسبوک میشیم. خب دوستان عزیز، این فیسبوک خراب برآمد.
یکی دیگر امتحان میکنیم. خوب دوستان عزیز، اینترنت ما ضعیف است. اینجا میگه که پرابلم مشکل است. اینترنت ما ضعیف است. همین طریقه را کنن 100% برایتان استخراج میکنه فیسبوک ها را. خوب اگر آموزش خوشتون آمد ویدیو را لایک و چنل سابسکرایب کنید و با دوستانتون شریک سازید تا آموزش بعدی. الله نگهدارتان.